خیلی سرخوبه من میروم بابایم رو خوب نگاه بین کن. مالش برادر، مالش برادر جون. مالش در پناه خدا. این شب باز به من زنگ زدن که در واقع باش که بابایم چی گپ شده است، چی خیلی است. شد تمام. مالش خدا نگهبان در پناه خدا. در پناه خدا. میروی تو ها؟ بله البته. خیلی دوستم غمگین نشود، چیزی شود از جانب خداوند. بله البته. همه چی میگذرد. این جوان چیزی نافرمایی نیست. بله البته انشالله خیر الله به خیر گرداند. همه چیزی که در زندگی ما رخ میدهد همه به خیر است. مالش در پناه خدا. مالش برادر. دودر جان، تو الو در پیش بابایم است، من الو میایم. الو. بله دوستان. این چیز به خونه رفته ایستادم. بعد ها اومده بابایم را خبر گرفتم. مالش. ای خدایا، ای خدایا چیزی گم کرده مرا برگردان. من زندگی کردن نمیتونم. ای خدایا چیزی گم کرده مرا برگردان. باز با تو زنگ میزنم. السلام علیکم دودر جان. و علیکم السلام. چی گپ است دودر جان؟ چرا گریه میکنی؟ با تو چی شده؟ بازی چپ رو گم کردی؟ چرا گریه میکنی؟ من یک چیزی قیمت بها رو گم کردم. گوی من با تو خریده میتیم. واقعا به من داده میتوانی؟ بله. چیت رو گم کردی؟ من مادر رو گم کردم. او رو کفته استادم ولی نمی‌یابم. دودر جون غمگین نشو. من هم 4 سال است که مادرم رو گم کردم. اما او رو نمی‌یابم. مادر کنجی بی بهای است. قیمت ترین چیزی من هم مادرم. اما چقدر مال و ثروتی داشته باشم دیگر او را یافته نتوانستم. خیلی به تقدیر تن دادم. به تقدیر تن دی دادر جون. حیات همین است. همه نفس مرگ رو میچشد. توقعت کن همش خوب میشود. با مرور زمان همه را فراموش میکنی، اما مهر مادر رو نمیتوانی. خدا به تو صبر دید دادر. در پناه خدا. مایلش در پناه خدا. یکی در حسرت دلبر بمیرد، دیگر با یاد سیم و زر بمیرد. نمیمیرم من از غمهای عالم، بمیرم من اگر مادر بمیرد. یکی در نیم راه رهبر ندارد، دیگر دل خون شد و دلبر ندارد. حلالش باد آن مردی خدا را که در روی زمین مادر ندارد. یکی دوست داردش با جان برابر، به هر حرفش بگوید جان مادر. یکی پزبان گشت آواز نرمش،
دیگر آواز بلند سازد به مادر. یکی باشد چراغی رهنمایش، به پیریش بگردد او عصایش. یکی با همسری نامهربانش، نماید غیبتی او از قفایش. بخوردیم غم دو چشمی سر به اشکی تر بنالد، نمی نالد کسی بر حال مایان، به حال ما فقط مادر بنالد. به پیش پای تو مادر من بمیرم، به پیش پای تو مادر بمیرم. نفس بی تو نمیتونم بگیرم، برای هستی تو 100,000 شکر که با تو روشن است عمر ضمیرم. کسی شام و سحر باشد به خدمت، ز مادر بشنود هر بار رحمت. به روزی حشر با امر خداوند، شفاعت میکند او را محمد صلی الله علیه و سلم. سلام علیکم به همه برادران، خواهران و کلی پادپیشگان ما. خوش آمدید به کانال ما. مینداری من به هر یک تا شما میرسانم برادران. از شما احترامانه خواهش مینماییم که در کانال ما پادپیس کنین، لایک مونین و فکراتون در کامنتاری نویسین. اگر فیلم به شما مخول شده باشد بعدا میتوانید لایک مونید برادران. اگه شما چی نمیروم یک لایک مونی برای ما خیلی پیشروی زیاد میشه و ما حرکت میکنیم که همین گونه فیلم های تربیوی رو زیادتر پیشکش شما گردونیم. و اگر هر گونه خطاگی که ما در فیلم میکنیم، در فیلم های کوتاه میکنیم، شما میتوانید در کامنتاری نویسید، ان شاء الله ما آنها رو اصلاح میکنیم. خب باقی خداوند نگهبان هر یک تای ما و شما باشد. مردم تاجیک سربلند و پیروز باشید، همیشه با ما باشید و در کانال ما پادپیس کنین و همه وقت دستگیری یک برادری تاجیک، یک برادری خود باشید. با بهترین سخنهایتان ما را خرسند نمایید. خدا هر یک تای ما را نگهبان باشد در پناه خدا. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز و مهربان، با ما بودن را فراموش نکنید.